رضی خانه باوانی ای خدا دستم به شالت لاشم و خود ببر خدا دنا برنو حلالت آی مرجنگ خدا دنا جنگ تو فنگه که فرمودید ما تفنگم روی همه کس ندارم اصلا به هیچ وجه. حتی به پسرانم هم وصیت کردم گم با اگر ما مردم تا ایامی که پا جانتون بود پا ناموسون بود دست به تفنگ سی کسی نبرید، چون دست به تفنگ بردن الکی نیست. ایامی که آیمال مثلا رتبه دار مردن تا 1 سال الی 6 ماه اصلا سلاحان همه بردن نهادن یه جایی که حتی ندرارن هم که مردم بینن فردا گلایه کنن که آقا همه روزی که پدر مو مرد بی تو داشتی با اسلحه مثلا نوازشی کردی. اصلا سلاحان بیداری کردن